بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بل ټاپک شروع کوو and that is methods یا functions. methods یا چی میگه برش؟ function. چی فرق دارن method و functions؟ فرق نه لري ښه. موږ دلته څه ورته وایو؟ function ته method وایو بس. methods. بس وقت که داخل کلاس ما فانکشن داریم او رو ما چی میگیم؟ methods میگیم خلاص. methods بس گفته میشه. وقتی که داخل کلاس چی آمدن؟ ویریبل ها آمدن، او رو ما چی میگیم؟ properties یا تا سی پلس پلس که ویلو دیتا ممبرز یا تا نست دیتا ممبر برش میگفتن، دیتا ممبرز سیست یا در پروگرامینگ برش گفته میشه state حالت. این فرق نمیکنه با کدام نام است. ببینید وقت داخل کلاس فانکشن ها بودن میتود یا به نام چی یاد میشه؟ به نام behavior چلن. صحیح؟ وقتی که فانکشن ها داخل کلاس آمدن اون رو باز ما میتود میگیم خلاص. یک چیز هستن ویریبل ها که هستن وقتی که داخل کلاس آمدن اون رو ما پراپرتیز یا state یا به نام دیتا ممبرز یاد میشه. درست؟ خب در چرا که جاوا هستن ما میتود نام میگیریم. درست؟ methods. So what is method? Method can be used for code reusability بخاطر تکرار کد بار استفاده از کد از متد استفاده شده میتونه. ما یک بخش پروگرام نشته کنیم بار رو از او استفاده کنیم، این ما میگیم کد ریوزیبیلیتی. ببین شما در آبجکت اورینتد زبان ها که خواندین آبجکت اورینتد کدام زبان ها هستن که در اونجا چی باید باشه؟ کد ریوزیبیلیتی باید باشه. زبانی که کد ریوزیبیلیتی نداره یعنی کلاس آبجکت متد ها استفاده نمیکنه او پروسیجرال است زبان، او آبجکت اورینتد شده نمیتونه. بیا استفاده کول ګوره یوز معنا استفاده، ریوز بیا استفاده، ریوزیبیلیتی کوډ ریوزیبیلیتی د کوډ بیا استفاده کول. یو ځل کوډ ولیکا بیا استفاده کول شي. دې زه مثال تر اعظم بیا درست است. د اینجا چی به وجود میاد؟ method can be used for code usability, organize code منظم کردن کودتان، organize and simplify ساده ساختن کود ما، simplify code. این بسیار آسان است. method can be used متد ها استفاده کرده میتونیم به خاطر چی؟ for code reusability بار استفاده از کد، یک organize منظم ساختن and simplify کد به خاطر آسان ساختن ساده ساختن کد ما از متد ها استفاده میشه. وقتی که ما از متد استفاده کنیم ما میتونیم که کد ریوزیبیلیتی رو به وجود بیاریم، ما میتونیم کد ما را به شکل منظم نوشته کنیم از او استفاده کنیم و به شکل ساده از او استفاده بکنیم. ریوزیبیلیتی بسیار مهم است در متد ها. صحیح شد؟ ما یک مثال براتون میتونم. یک مشکل است اینا چطور حل کنیم ما؟ یک نفر برای ما میگه که شما تو کنین یک لوپ بگیرین. درست؟ هر لوپی که باشه هر لوپ چی کار اجرا کنه؟ یک از یک تا به 10 نمبر چی کنه؟ پرینت کنه برای ما. اعداد برای ما چی کنه؟ پرینت کنه. صحیح است؟ نمبرها را باید پرینت کنه. شما خودتان انالیسیس کنین برای از چی کدام حل است. یک لوپ است. امی لوپ که است ما خواستیم که از 50 تا به 100 این نمبرها را چی کنه برای ما؟ پرینت کنه. و دیگر است از 100 تا به 200 این نمبرها را برای ما پرینت کنه. باید چی کنیم از طریق لوپ؟ چی نه نستد خبر نه سو کو باید تاسو په ان یو دلته پورې به لوپ اخلي کنه برای یک لوپ میگیریم برای زوم باید لوپ گرفته شود. آفرین فانکشن استفاده کو. اگه فانکشن استفاده نکو مونږ مجبور یو څو ځله لوپ واخلو 3 دانې.
3 دفعه شما باید لوپ بگیرین، از او استفاده کنین. درست است، لوپ به شکل تکرار میتونه از یک عدد شروع تا آغاز تا بر ختم یک عدد برای ما پرینت کنه از یک تا به 10، لیکن این یک لوپ جداست. وقتی که عدد تغییر شد ببینید این از یک نیست، از 50 تا به 100 است. عدد تغییر شده، صحیح است، start and end تغییر شده در اینجا. یک لوپ جدا را باید بگیرین شما. از 100 تا به 200 جدا اعداد هستند، صحیح است، عدد آغاز و ختم متفاوت هستند. این بار شما باید یک جدا لوپ بگیرید. څنګه یا object ورته جوړول دا object خبره مو وروسته کوو، صحیح ده. زه ساده خبره کوم فعلا. یعنی دا یو مشکل د دې لپاره باید تاسو لوپ واخلئ، 3 ځله لوپ واخلئ. که اخلي مثال 3 times for یا while یا do while، خو 3 ځله باید اخلي هر لوپ چی. صحیح شو؟ شما 3 دفعه باید یک لوپ بگیرین، از او استفاده کنین تا که 3 نمره را برایتان چی کنم؟ پرینت کنم. این مشکل است یا نیست؟ حالا ما چی میکنم؟ این خود متد چی میگه؟ کد ریوزیبیلیتی. خب این را باید ریوز کنم. یک لوپ برای ما 3 مختلف اعداد برای ما پرینت کنم. این مشکل است، برای ما باید حل کنه. یک کد ریوزیبیلیتی هم موجود میاد، ارگنایز هم میشه، منظم میشه کد ما، و سیمپلیفای ساده میشه. کدی که زیاد میشه شما را ساده گفته نمیتونین، مشکل شده میره. به طور مثال شما در اونجا اگر ایرر آمد، ایرر پیدا کردن ایرر در متد ها در کد بسیار مشکل است. و از طریق متد ها ما میتونیم کد ما را، پروگرام ما را در بخش تقسیم کنیم، برای هر بخش جدا متد بسازیم، سیمپلیفای میشه، ساده میشه. درست؟ مشکل نیست تا نمیجه. هدف متد فهمیدین شما؟ کد ریوزیبیلیتی است. یک لوپ چرا نگیریم که 3 نوع کار انجام بده، 4 نوع، 5 نوع، 10 نوع. درست؟ ارگنایز هم میشه، کد ما بسیار کوچک میشه به شکل منظم، و سیمپلیفای ساده هم میشه. کلیر؟ شما 2 نوع متد ها را دارین. یک است یوزر دیفایند فانکشن یا متد هایی که یوزر میسازه، خودتان میسازین برای حل یک مشکل. و طور مثال یک فانکشن دیگر واسطه به نام چی یاد میشه؟ پری دیفایند، پیش از پیش ساخته شده. یعنی به چی مانا؟ متد هایی که در جاوا لایبرری موجود هستند، در لایبرری جاوا تیار در اونجا موجود هستند، شما از استفاده میکنین. پری دیفایند مخکنه جوړ شوی، تشریح شوی دی. یا یوزر دیفایند یا پروگرامر دیفایند هم ورته وایي. پروگرامر میسازه برای حل یک مشکل. فکر کنین د پری دیفایند تو یک متد نیست که برای ما چی کنه؟ افغانی دلار افغانی تغییر بده یا عدد بزرگ برای ما پیدا کنه، نیست. شما خودتان بسازین. صحیح است؟ یک مثال برایتان میتونم. ما یک سافتور کار میکردیم، اپلیکیشن ساختیم. در اونجا یک مشکل آمد که اینمی ماهایی که در افغانستان موضوع نام میگیریم، نه حمل سوار جوازای اینمی، اگر شما جنوری فبروری خواسته باشین، شاید یک فانکشن بسازین که با آسانی بتانین به ترتیب بسازین. اول جنوری بیا با فبروری با مارچ، در حمل سوار چی میشد؟ این مشکل حل نمیشد. ما برای چی ساختیم؟ یک فانکشن ساختیم. او را که کال کردیم تمام نامهای ماها که بعد او به ترتیب شده. صحیح است؟ اینمی مشکل برای ما پری دیفایند متد ها حل نمیتونست. ما یوزر دیفایند متد ساختیم. با مشکل شما زیاد متد ها را میسازین. صحیح است؟ در این بخش پروگرام ما یوزر دیفایند فانکشن ها را میخوانیم. این آسان هستند، چندین هستند، این را باید ما دیسکس میکنیم. صحیح است؟ یوزر دیفایند فهمیدید شما؟ خود ما میسازیم فانکشن ها را. تا اینجا مشکل نیست. متد ها چی هستند؟ همون فانکشن هایی که داخل کلاس هستند. او را به نام methods یا behavior چی میشه؟ یاد میشه به این نام ها. متد ها به خاطر چی استفاده میشن؟ code reusability, organize and simplify code. صحیح است؟ این بار از یک کد ما استفاده کرده میتونیم. به طور مثال اگر ما 3 نوع اعداد خواسته باشیم پرینت کنیم، باید ما 3 دفعه چی بگیریم؟ یک لوپ بگیریم. دوال باشه، وایل باشه یا فار باشه، 3 دفعه باید بگیرین شما از استفاده کنیم. اگر فانکشن بود میتونید از یک دفعه یک بار یک چرا معرفی کنید، یک لوپ از او 3 نوع استفاده کنید. کارهای مختلف هستند.
لیکن بار بار از یک لوپ استفاده کردن میتونید به این معنی یک لوپ از 3 نوع کارها را برایتان انجام میده. دې ته ضرورت نشته چې ته 3 ځلې لوپ تکرار کړې، ستا کوډ هم لوی شو، جنجالیم شو، ساده هم نه ده. کلیر؟ بیل عالی. وقتی که ما بگیم methods یعنی functions، درست؟ وقتی که شما فانکشن را دیفاین میکنید یا دیکلیر میکنید کدام چیزها مهم هستند؟ درست؟ یک است ریترن تایپ، ریترن ویلیو تایپ، ریترن ویلیو تایپ. بچی مانا اینا ما میخوانیم یک ریترن ویلیو تایپ. این شما د چیز خوانده بودید د سی پلس پلس، لیکن اگر ما د جاوا بیایم اینجا معرفی کنیم فانکشن ها را، شما یک چند چیزها را اضافه معرفی میکنید. یک پابلیک، یا ما یک فانکشن معرفی میکنم، صحیح بار زورا تشریح میکنیم. پابلیک استاتیک void main دارین، نه د جاوا فانکشن دارین. به این معنی این پروگرام شما یک فانکشن دارین پابلیک استاتیک void main. این هم یک فانکشن است، خب پری دیفاین است، ما اینا نساختیم، پری دیفاین است. و در مکمل یک سافتویر که به وجود میارین، یک سافتویر میسازین، یک مین فانکشن باید موجود باشه در اونجا. د مین فانکشن نه بغیر ستا کوډ اگزیکیوټ کیږي نه، کار نشي اجرا کولای بغیر له مین فانکشن نه. که تا اینده کې سافټویر جوړای مکتب ته یا پانتون ته یو کلاس به داسې وي چې هغې کې به مین فانکشن موجود وي تر څو چې هغه نور کلاسونه تطبیق کړي. یک کلاس باید باشه که در اونجا مین فانکشن موجود باشه. اگر نه تمام دیگر کلاس ها را که میسازین او را اگزیکیوت کرده نمیتونید شما بدون مین فانکشن. این اگزیکیوشن پوینت است، درست؟ آلیم در نمیجا فانکشن هایی که ما بسازیم او اگزیکیوشن اجرا نمیکنه، او خودش اگزیکیوت بشه از طریق مین فانکشن. درست است؟ گود. خب نشته شده پابلیک استاتیک void. ما یک فانکشن نو میسازم، به طور مثال چی میگم برش؟ پرینت. خب پرینت یا پری دیفاین فانکشن هم است، پرینت الین و پرینت. ما یک دیگر میسازم به نام شو. این یک فانکشن است، بازو بادی فانکشن. اینو تو یک فانکشن هم میسازیم. اگر امیر ما کپی کنم و بیام در اینجا داخل کلاس هاسپیتال، یک کلاس است نه، داخل کلاس باز چی آمده؟ یک فانکشن آمده. ما میتونیم بدون از مین فانکشن دیگه فانکشن ها یا متد ها را هم بسازیم، مشکل نیست. دو تا فانکشن یا متد شده، یک به نام شو است و یک به نام مین است. درست؟ پابلیک استاتیک void شو. درست؟ باید را تشریح کنیم پابلیک استاتیک void چی هستند. پابلیک بچی مانا عام، عمومی. این در هر جا میتونی نوی فانکشن را کال کنید، شما از او استفاده کنید. ببینید فانکشن که ما میسازیم باید کال شود. در کجا کال میشه؟ در مین فانکشن. ما پیشتر براتون گفتم بدون مین فانکشن ما کدام فانکشن را اجرا کرده نمیتونی، او را کال کرده از او استفاده کرده نمیتونی. څنګه بیا سوال وکړه؟ استاد پبلیک شو فانکشن ورته کړی برا باید هغه د مین د لاندې باید وسی خدا فرق نه کوي. ښه تو دواړه ځینو کې کولای شي، ان مین فانکشن د باندې وي که پاس وي که لاندې وي، مشکل نشته. صحیح ده؟ خو زه دا وایم چې دغه شو فانکشن که غواړې دا کار درته اجرا کړي باید په مین فانکشن کې کال شي. ما مخکې وویلې چې مین فانکشن ستاسو اگزیکیوشن پوینټ دی، تاسو ټول کوډ اجرا کوي، نور کوډ هم راویښوي، نور فانکشن یې انواک کوي تر څو یو کار ترسره کړي. درست است؟ سوال لري کوئ؟ ځکه دا مین ډېره مهمه موضوع ده. موږ مین فانکشن خو جوړ دی، نور فانکشن ته څه ضرورت لرو؟ مین فانکشن زموږ ټول کارونه نشي کولی. زه په خپله خوښه یو فانکشن جوړوم، یو خاص کار ترسره کړي. اولنی فانکشن چې دی د کوم دغه څه دی؟ کوم ډول یوزر بدل یوزر دا ما چې جوړ کړه د یوزر ډیفاین نه ما جوړ کړی. ګوره زه دلته بل نوم ورکوم داسې لکس نوم ورکوم، کمپیوټر نوم ورکوم، داسې مشکل نشته. ما جوړ کړی. موږ تاسو خپل فانکشن چې جوړو ته یوزر ډیفاین فانکشن وایي. په شپږم کې ایکسچینج یک فانکشن است. استاد دلته مثلا د مین کې اوپن پبلیک ورته ورکړی، موږ هغه مثلا پرایویټ ورته ورکړو، بیا د هغه تغییرات مثلا کې کراول او انفاس کې به تغییرات راځي، هغه کې اوسې بده کې صح داسې ده. ښه راځئ دا ټول درته تشریح کوم سټپ بای سټپ. صحیح؟
ببین اول این را باید فهمیده باشین این فانکشن که آمده شو داخل کدام کلاس است؟ هاسپیتال است. هاسپیتال مین کلاس ما است. چرا؟ داخل از اون مین فانکشن هم است. یک کلاس میتونه که چندین فانکشن ها را داشته باشد، او که پری دیفاین هستند یا یوزر دیفاین هستند. مشکل نیست. ما دو داریم، یک مین فانکشن خودش داره، مین فانکشن، یکی را ما ساختیم. آله این بادی کلاس است، درست؟ این بادی کلاس است. ما میتونیم داخل امی فایل یک دیگر کلاس هم بگیریم، یک دیگر کلاس هم بگیریم، مشکل نیست. این اینجا بیاین نشته کنین کلاس به نام گود. این کلاس شد، یک کلاس دیگه است. کلاس مجموعه فانکشن ها هستند. یک کلاس است به نام هاسپیتال. این دو متد ها داره، دو فانکشن داره، درست؟ دو متد داره، یک به نام مین، یک به نام شو. این کلاس که ما ساختیم این خالی است، هیچ متد نداره. صحیح است؟ آره ببینید این کلاس فیلال فکر نکنید بالا ازو. اینجا ببین ما یک کلاس داریم به نام هاسپیتال، اینجا ما یک متد ساختیم به نام شو. این یوزر دیفاین متد است. اگر خواسته باشین از این متد به نام شو بیرون از بادی کلاس هاسپیتال هم استفاده شوه، باید چی باشه؟ پابلیک باشه. باز برتان میگم که چیرته مثال خبری تو دو کلاس لري، دا میتود په کوم کلاس کې دی؟ په هاسپیټل کې. که ته غواړې چې دی میتود نه د هاسپیټل کلاس نه د باندې بل کلاس کې استفاده وکړي، دا باید څه اوسېږي؟ پبلیک اوسېږي. پبلیک عمومي، یعنی هر کلاس د بغیر له هاسپیټل نه نور کلاسونه هم کولی شي دې ته لاسرسی ولري. صحیح شو؟ که دا پرایویت که تا اگر پرایویت باشه به چی معنی پرایویت؟ صرف داخل امی کلاس هاسپیتال از او استفاده میشه، بیرون از این نمیشه. بیرون از این استفاده نمیشه. این بخاطر مثال ما میگم، درست است؟ شاید تو ما کار نکنیم که اینجا معرفی کنیم از او اینجا استفاده کنیم. ما برای مثال میگم این سکوپ از او است. خواه به طور مثال اکسس مودیفایر است یا اکسس سپیسیفایر است. اکسس مودیفایر یا اکسس سپیسیفایر مشخص کننده دسترسی که ما باید دسترسی داریم در هر جای یا نداریم. در دیگر کلاس ما باید دسترسی داریم یا نداریم. پبلیک است، عمومی است، هر کس میتونه از استفاده کنه. اگر پرایویت شد، پرایویت به معنی شخصی، صرف کلاس میتونه که داخل بادی از این متد استفاده کنه، بیرون از این بادی شما استفاده کنه نمیتونه. درست است؟ مشکل ها نیست. بازو به معنی استاتیک است. استاتیک به چی معنی؟ بدون، اگر استاتیک نشته شده ما بدون ساختن آبجکت هاسپیتال اینمی متد استفاده کنه میتونیم. ببینید شما اگر سی پلس پلس خانه یک کلاس داخل کلاس یک متد میبود نه، و متد شما مستقیم کار کنه میتونستین؟ نه، اول چی میساختین؟ یک آبجکت میساختین که نه شما هیچ آبجکت نمیسازید، نیاز نیست، استاتیک است. صحیح است؟ بدون ساختن آبجکت شما از استفاده کنید. ببینید برای مانیفکچر کدام آبجکت ساختن که از استفاده کنید؟ نه، چرا؟ استاتیک است. درست؟ و این پبلیک هم است، در هر جا میتونید، عمومی است، در هر جا باید دسترسی داشته باشید و بدون ساختن آبجکت باید دسترسی دارید. یک در هر جا دسترسی دارید و بدون ساختن آبجکت کلاس هاسپیتال باید دسترسی دارید شما. درست شد؟ خب اول چیزی که آمد این چی است؟ اکسس سپیسیفایر. اکسس لاسرسی ته سپیسیفایر مشخص کوونکی. لاسرسی مشخص کوونکی چې دې ته در کوم ځای لاسرسی لري. صحیح؟ بعضو چیز ته انمی static به چی معنی؟ که بدون object without creating object of the class show function can be called بدون ساختن آبجکت کلاس فانکشن شو یا متد شو شما این را کال کنه میتونید، از استفاده کنه میتونید. درست؟ صحیح شو؟ بازو چی است؟ void. void به چی معنی؟ void به چی معنی است؟ void
آفرین ریټرن ویلیو ټایپ ته ده بچی معنا ریټرن ویلیو ټایپ بچی معنا یعنی تکرار کولی شي نه کنسل کې مطلب کوسه ها کنسل کې مطلب خپل نه نه برگشت ستاسو آفرین څه شی بیرته ګرځولی نه شي نیست کلاس yes it means this function cannot return any value فکر وکړئ دا یو فنکشن ده صحیح یا دا فنکشن زه ته دوه قیمتونه ورکوم چې دا دواړه جمع کوي دا یې ښکاره کوي جمع کوي ښکاره کوي بیرته ما ته ځواب نه راکوي اوس پوه شوی یک فنکشن خودش یک کار اجرا میکنه پس برگشت نمیده یک چیزه بطور مثال بینمی شو فنکشن از من فنکشن ما قیمت روان میکنم او را جمع میکنه نشانم میده برای من فنکشن چیزا برگشت نمیده خب چرا برگشت بده بعضی اوقات ما برگشت میدیم یک قیمت چرا که بالای از او یک دیگه عملیه اجرا شده باید برای از او بخاطر از او درست است اینمی واید که است به این ممانعت prevent به چی مانا؟ prevent میکنه ممانعت میکنه از چه؟ که یک چیز ریترن کنه برایتان it means does not return any value کدام قیمت برگشت نمیده عملیه که اجرا کرد برگشت نمیده خودش تمام کار اجرا میکنه بس صحیح شد؟ خب بازو چی هسته؟ name of function است show بچه مانا show is the name of function is the name of function نام فانکشن است یا نام میتود است آره ما میتود زیاد استفاده میکنیم درست است یعنی نام میتود هر چیز بوده میتونه شما نامی که با ویریبل داده میتونید برای میتود هم داده میتونید تمام قوانینی که در چیز بود در ویریبل دکلریشن بود سپیس اجازه ندارین شما اول حرف باید چی باشه خب بزرگ یک کوچک بوده میتونه نمبر باید نباشه حرف باشه باید ریزرو ورد نباشه کی ورد های بطور مثال انت فلوت اینا باشه یعنی کلماتی که یک معنای مشخص دارند در جاوا صحیح است یا شما سپیشل کی ورد ها را استفاده نمیتونید به این معنی اینا بود یک علامت باشه صحیح است حرف بزرگ و کوچک اجازه دارید مشکل نیست نامی بوده ما چیست شو ببینید باز براتون میگم پابلیک چی است اکسس اسپسیفایر است یعنی عمومی در هر جا از این فانکشن استفاده کنه میتونید استاتیک بچی مانا یک کیوردی است این چی را مشخص میکنه این را مشخص میکنه که بدون ساختن آبجکت کلاس اینمی میتود شما میتود کال کرده میتونید بدون ساختن آبجکت کلاس این را کال کرده میتونید چرا این داخل کلاس است کله چې د شو میتود نه استفاده کوي دا یو کلاس کې اول به کلاس ته آبجکت جوړوي لیکن چې سټیټیک راغی آبجکت به جوړو ورته یا void بچی مالا ریټرن ویلیو ټایپ است به این مالا انمی میتود چې را برگشت نمیده اگر یک عملیه را اجرا کرد پس برای ما یک چیز برگشت نمیده چه ریټرن کوي نه بازو انمی بچی مالا این چی هستند داخل از اون ما میتونیم که list of parameter داشته باشیم list of parameters list of parameter بچه ما را داخل از اون ویریبل ها را معرفی میکنیم تا که قیمت بگیره ذخیره کنه برای چه برای فانکشن اینمی میتونه که باز ویریبل ها را هم داشته باشه int b اینه بود این بخاطر چی هستن در آینده اگر با اینمی فانکشن یک قیمت روان میکنین که بالا اینمی قیمت یک عملیه را اجرا کو شما باید ویریبل ها را داشته باشید اینجا که به خاطر شو میتود معلومات ذخیره کنه تا که شو فانکشن یا میتود بتونه بالا از یک عمل اجرا کنه فکر وکړئ تاسو شو فانکشن شو میتود ته دوه قیمتونه ورولېږل یو شل یو دیرش شل او دیرش ته شو میتود ته وایي چې دا شل او دیرش کې لوی عدد معلوم کا لوی عدد څنګه کا معلومه کا شو فانکشن به درته وایي کنه چې ته خو دوه ویریبل راکړه ماته چې دا شل او دیرش ذخیره کړم لس او شل ذخیره کړم نو ذخیره کول لپاره تر څو چې هغه یو عمل په اجرا کې تاسو به د داخل کې ویریبل معرفي کوئ د ویریبل ته موږ وایو پارامټرز څه ورته وایي پارامټرز درست پارامټرز دي او مکمل دا لیست اف پارامټرز دي ښه د یو لیست کېدلی شي یو ډېر لوی لیست کېدلی شي سټرینګ فلوټ ډبل چار بولین اینډ سو ډېر څه کېدلی شي
صحیح است. بازو چی هستن؟ body of method. body of method یعنی میرم بادی بگیم. بادی با چی معنی؟ بلاک. یا بلاک میگه یا با چی گفته میشه؟ بادی گفته میشه. با چی معنی؟ چی کار اجرا میتونه کنه؟ یعنی می شو میتد. شو میتد کدام کار را اجرا میکنه؟ هر کاری که هر امری که هر ستمنتی که داخل بلاک یا بادی موجود است او را اجرا میکنه. شاید یک پیام باشه، شاید یک عملیه باشه، شاید یک شرط باشه، لوپ باشه. داخل بادی هر چیز که باشه او را اجرا میکنه. بادی آف میتد یا بلاک آف میتد. دا خبر نه پوهیږئ؟ ګورئ دا میتد چې تاسو جوړ کړی دا خو یو کار تر سره کوي که نه تر سره کوي؟ کوم کار چې دی په باډي کې دا ټول تر سره کوي. دې بلاک کې چې دا چې کال نشي بیا خو امکان نه لري هغه ویده دی له یو رقم دا به انواک کوي کال کوي دا موږ وایو. البته فنکشن میتود به وجود آورده معرفی کردیم کاری او را مشخص کردیم. به طور مثال ورش میگم تو چی کو یک دیگه کار کو که A جمع B صحیح است. باز چی کو A از کجا آمده؟ این می A است و B هم یک قیمت داره. فکر کنید دا 20 من وریبل سیما میگرم and C مساوی با A جمع B صحیح است. A جمع B وریبل های خود میتود شو هستند که بالای ازو یک عمل اجرا میکنند. جمع کرد ببینید یک عمل اجرا کرد برای ما. پس شدی او را پرینت هم کنه برای ما system.out.println یعنی می را برای ما چی میکنه؟ C را برای ما پرینت میکنه A plus B. کاری نبی فنکشن معلوم شد. ببینید که باتها را میگیره از کجا؟ از جایی که کال میشه. ما کال نکردیم. وقتی که کال شد یک قیمت از ذخیره میکنه در A یکی ذخیره میکنه در B هر دو را جمع میکنه در C ذخیره میشه C را پرینت میکنه برای ما. خلاص امروز ما صرف ایره خوانیم که میتود بخاطر چی هستند صحیح است و کدام بخشا را داره. کدام بخش داره؟ public static void show نام فنکشن بازو list of parameter یا parameters صحیح است. بازو body of method clear. موږ څو رقمه فنکشن لرو د جوړښت له لحاظ نه؟ څو رقمه میتد لرو؟ میتودونه لرو کوم؟ کدام له یو ته وای بل پری دیفاینড یوزر دیفاینড پری دیفاینড. میتودها به خاطر کد ریوزیبیلیتی استفاده میشه، به خاطر سمپلیفای اف کد یا ارگنایز یور کد. در ارگنایز به چی معنی؟ اگر ارر میاد با خوبی شما میتونید اون را پیدا بتانید. و فانکشن ها در هر پروگرامینگ لنگویج بسیار اهمیت دارند، بسیار کد دار آسان‌تر میسازند. درست است؟ پابلیک به چی معنی؟ پابلیک به چی معنی؟ پابلیک اکسس اسپسیفایر است نه؟ به چی معنی؟ چرا مشخص میکنه؟ ها؟ بدون چی استاد ما میتونیم گویی داخل شیم؟ نه. وجی الله. What is public? استاد میتونیم در جای سرچ کنیم. عمومی است. در دیگر کلاس هم از استفاده میتونیم. میرا کال کردن میتونیم. اگر در یک کلاس A است شما میتونید در کلاس B را کال کنید از استفاده کنید. پابلیک است. از در یک کلاس در دیگر کلاس میتونید. اگر پرایویت می بود بعد څه کولای شو؟ اما هغه یو کلاس چې معرفي شوی عمل ته استفاده کولای شو باندې نشو کولای. What is static? ایو static آفرین. ببینید شما را سی پلس پلس ساختین در هر پروگرامینگ لنگویج یک میتود داخل کلاس که آمد اگر شما را در دیگر کلاس استفاده میکنید آبجکت او را میسازین. لیکن اینجا استاتیک آمده بدون ساختن آبجکت موضوع استفاده کردن میتونید مشکل نیست. بازو چی است؟ void به چی معنی؟ ریترن ولیو تایپ چیز برگشت نمیده. بازو نام فهم میتود و بازو پارامترز معلومات ذخیره میکنه. بازو بادی یا بلاک اف میتود که کدام کار اجرا میکنه. درست است؟ I think it's enough for today.